به نام خدا. به ادامه بحث های مهارت های نرسینگ این هفته در مورد تطبیق انتراکت آنژیکیود یا هم کانال می باشه. وسایلی که ما نیاز داریم: دستکش، پنبه، الکل پد یا هم خود الکل و همچنان سایز ها یا درجه های انتراکت، لوکوپلستر یا همون خود چسب، خود تورنکت یا اگر تورنکت نبود ست سیروم میتونه استفاده کنیم، اگر او هم نبود میتونه از یک تکه کشی استفاده کنیم به خاطر نایر محکم بسته کنیم که ورید برجسته بشه. نوعی که قابل تطبیق انتراکت است: پشت دست، مچ دست، قسمت جیگولر یا همون قسمت رگ گردن، قسمت پشت پا و همچنان ساعد دست. اینا استفاده میشه، ولی بیشتر مطرح است در پشت دست استفاده میشه. طبقی که میبینیم میتونیم هم از ست سیروم استفاده کنیم و همچنان از تورنکت نایر بسته میکنیم و ورید برجسته میشه و بعد از او با الکل پد یا هم الکل و پنبه میتونیم که اگر الکل پد در دست نبود ساحر پاک میکنیم و بعد از اینکه ساحر پاک کردیم به زاویه 45 درجه ندل داخل میکنیم و بعد از او منتظر میباشیم. باید کمی اول عقب میکشیم، بعد از او تطبیق انجام میشه و بعد از او که تطبیق انجام شد و فهمیدیم که واقعا داخل ورید شده، قسمت چه ندل از او کلم میکنیم و بعد از او با استفاده از لوکوپلستر ناحیه محکم میکنیم که همون ندل ما یا همون انتراکت ما بیجا نشه از جای خوبه و تطبیق زرقیات یا همون چیزی که لازمه انجام بگیره. از این طریق ما میتونیم تطبیق کانال یا همون آنژیکیود و انتراکت انجام بدیم و باید ناحیه به گونه درست از او چسب انجام بشه و همچنان باید و تاریخ تطبیق و همچنان ساعت تطبیق انتراکت هم باید درج بشه، چون انتراکت ها تا الی 72 ساعت بیشتر نباید در دست باقی بمانند. این بود نحوه تطبیق انتراکت. تا هفته بعدی، خدا نگهدار.